بهترین درمان دیسک کمر دیسک کمر شما نیاز به عمل جراحی نداره، حتی اگر دیسک کمرتون پاره شده باشه. دیسک کمر، دیسک گردن، آرتروز، تنگی کانال نخاع، زانو درد، پا درد، کمر درد، یعنی اینا یک سر ناله میکنن. یه درمان گیاهی پیدا شده که واقعا جواب داده و داریم مدتی استفاده میکنیم و خیلی جوابدهی بالایی داشته. اسمش چیه؟ هلکسیر. اینو باید میذاشتم معجزه است این دارو. آقا این خیلی خوبه، خدا وکیلی این درد نداره. اینجوری نمیتونستم بشینم. از این روغن زدم به پای اشجان، میگه این چه عجوبه‌ای بود. خدا سرشاید. انگار یه دست دیگه گذاشتن. وای به قرآن میگم. 100% چند درصد اوکی شد؟ خیلی. کمر درد شدید. الانم درد دارم. میگم چه داره؟ آره خداییش. آره درد انداخت. نمیدم بره. شما ببین میتونم برید. واقعا دردشو خوب کرد. که میتونم برم. نمیتونستم که برم خداییش. ظرف 30 ثانیه دردم انداخته. عالی. چند درصد بهتر شدی؟ 100%. من معجزه میگم این دارو. واقعا معجزه میکنه. خدا رو شکر. حل. همه راضی ان اینجا. شفا بخش معجزه است. بگیرید برای خانوادتون، برای خودتون. تضمینی درداتون رو درمان میکنه، نه کنترل. پس با خیال راحت، الان آیدیشون اینجا گذاشتم، برید سریع سفارش بدید که از واقعا دردای بدنتون خلاص بشید.